سلام دوستان عزیز. امروز میخوام آموزش عیار دیش را فقط با موبایل آموزش بدم. دیگر نیاز نیست برای عیار دیش خود به نصاب پول بدی. فقط با موبایل توی دستت میتونی خودت درستش کنی. لایک رو بزن بریم به طرف آموزش. برای این آموزش فقط به یک برنامه نیاز داریم. هم در گوگل پلی و هم در آپ استور است. بریم به گوگل پلی خود و این عبارت را سرچ کن و بعد از نصبش برنامه رو باز کنید و وارد صفحه برنامه میشید. از این بالا در فرکانس رو کی می‌خواستید رو انتخاب کنید و بعد برنامه میگه در کدام قسمت دیش خود را قرار بدی کی عیار بشه. فقط موبایل خود را در پهلوی علم قرار بدی و هم جهت با این فرکانس فیکس بساز. الان دیش شما عیار شده. اگر این ویدیو برای شما مفید بود، کانال سابسکرایب کنید تا ویدیوهای جدید آپلود کنم.